درود و مهر بیپایان بر همه شما ایرانیان و هر کس که صدا و تصویر ما رو می‌بیند. اینجا من از دیار ایران و در دل فرهنگ ایران شهری با شما صحبت می‌کنم. یکی از گمشده ها و یکی از فراموش شده های فرهنگ ایران شهری بزرگ خرد و دانش است. بعد از رواج بیمارگونه و بیش از اندازه و زالوگونه اندیشه های عرفانی در فرهنگ ایران زمین، دانش و خرد به فراموشی سپرده شده و مبارزه با خرد و دانش و تفکر یک اصل برای فرهنگ ما شده، به طوری که اندیشیدن در بعضی موارد را خطا می‌دانند و کنکاش در بعضی امور را دیوانه وار و سرگیجه آور و خطرناک تلقی کرده و اعتقاد به غیب، به اعتقاد به نادیده و اعتقاد به یک جهان معجزه‌گونه یکی از پایه ها و ستون فرهنگ ما شده و امروز حاصل پیروی از این اندیشه هایی به دست آمدن و به وجود آمدن یک ایدئولوژی بسیار قوی مذهبی در ایران عزیز است که حاصل آن را همه امروز مشاهده می‌کنیم و حاصل این اندیشه ها و حاصل این ایدئولوژی یک فقر سراسری و یک از بین رفتن اندیشه ها و هویت ملی و از بین رفتن دانش و خرد در فرهنگ ایران شهری و روی کار آمدن خرافات و اندیشه های ضد تفکر و ضد خرد است. پاینده ایران، جاوید شاهنشاه.